اکنون دوستان گرامی میگذاریم با تحلیل رویدادهای آخرین فوتبال اسپانیا. جای یادآوری است که بازی‌های دور 38م جنببست شدند و طوری ما دیدیم رئال مادرید مقابل دسته اتلتیک بیلبائو توانست با حسابی 4-2 پیروزی به دست آورد. اما این بازی از آن جهت قابل توجه بود که آخرین بازی برای آلوارو آربلوا از یک طرف به حساب می‌رفت، همچنین برای دانی کارواخال که دومین سال‌های آخر کاپیتان دسته شاهانه بود و همچنین برای دیوید آلابا نیز این آخرین بازی محسوب میشد. حتی گفته میشد رودیگر هم میبایست مراسم خیر خوشی خود را گذراند، اما از روی خبرهای اخیر آنتونیو یک موسم دیگر در رئال مادرید باقی میماند. میخواستم در یک جایگی همین موضوع ها رو هم بررسی کرده باشیم. واقعا هم در چمپیونات اسپانیا بازی آخرین سیناری مانند و چمپیونات های دیگری توپ 5 اروپا را داشته را ببینید خیر و بداد بینیات زیاد شدند. ما در فوتبال معاصر اصلاحات کادری کلی رو زیاد مشاهده میکنیم، زیرا که رشد فوتبال به درجه سرعتناک است که نه همه طلبات ها قانع کرده میشوند و از این رو بازیگران هرچند که طلب نسبتی آن کرده میشود رهبریت دسته و دسته هم لایحه خود را دارند که توانند که به همون جریان تغییریابی فوتبال مطابق باشد استراتژی آنها. در رئال مادرید هم وضعیت با قول وخیم و وضعیت مشکل یک بحرانی بی‌جایزه‌ای که دو موسم پی همین دسته را دامنگیر است، از ضرور آمد که با یک تغییرات بزرگی کادری نام را دهند. دانی کارواخال البته اگر که نتیجه درست میشد من باور دارم که آنها می توانستند را اقلا با یک موسم یا نیم موسم به قول حفظ کنند، اولی که وضعیت به درجه اینو درست شد که سروان دسته رئال مادرید تا جای نتوانست انتظام را رعایت کند، ضد مربیان فعلی و سابقی دسته رئال مادرید جنجال ها بردارد و این قرارها ماز به همان برآورده شد که در رئال مادرید همیشه یک استراتژی یک شعار بود: ارزش باشگاه بالاتر از ارزش دیل بازیگر. و این را ما وقتی خیر بود با لژندهای دیگری سابق رئال مادرید مشاهده کرده بودیم و این البته می استراتژی کار کردن این کارواخال هرچند که سران باشد بیش از 15 جایزه را با دسته گرفته باشد، ولی وقتی که او به ارزش دستوی موافق نامد او در او جواب داده می شود و آنها باز هم به استراتژی خود صادق می مانند. در مورد دسته خیربادی بازیگران دیگر باید گفت که آلابا برای رئال مادرید خدمت بزرگی هم نکرده بود غیر از گرفتن پول برای شفا یافتن از جراحات های خود و همچنین آلوارو آربلوا البته که وابسته به بودن در سیستم این تیم نتوانست از عهده رهبری استراگان برای او به نتیجه رسیدن نتوانست و فرصت رسید که باز هم رو آورد پرز با دوستی سابق خود و همچنین چهره‌ای که تجربه کار کردن در رئال مادرید دارد. خوب، شما بالاتر در مورد آلابا اشاره کردید. به نظر من به هر حال در سالهای اولی اومدنش هنرنمایی بد نداشت فوتبالبازی دسته منتخب австрия. اولا اینکه او به پول از باواریا آمد، یعنی بدون خریداری همچون فوتبالبازی آزاد، و در سالهای اول همون طرز مخصوصی جشنگیری از غلبه‌ها که با کرسی او تجلیل میکرد، این هم به یک میم برای تبدیل یافته بود که تا امروز آلابا را با همین چیز بیشتر میشناسند. خوب، اکنون فکر میکنم دوره دیگرگونی های کلی فرا میرسد در رئال مادرید و تابستان خواهیم دید باز کدام نوگونی ها در دسته شاهانه میشود. 2 سال بدون جایزه جنببست کردن مسابقه ها قابل قبول نیست و حتما رهبریت در این زمینه مجبور هم بودند تا خلاصه های جدی برآورند تا وضع بهبودی پیدا کند. و جای تاکید است که از دسته شاهانه رئال مادرید شما تصور کنید یگان فوتبالباز به حیث دسته منتخب اسپانیا برای اشتراک در چمپیونات جهانی در پیش ایستاده دعوت نشده است و فکر میکنم محض همین امید برای ما شما به طور واضح نشان میدهد که چگونه ناکامی ها، چگونه به اصطلاح پسروی ها و شب و فرازهای در راه داشت تیم رئال مادرید در تمام 2 موسم اخیر. اکنون دوستان گرامی نتیجه دیگری هفته سپری شده را از مسابقه لالیگا اسپانیا پیشنهاد شما میکنیم. بارسلونا هم بعد از چمپیون شدن امتیازها را با چپ و راست تقسیم میکند. این دفعه آنها از والنسیا 3-1 شکست خوردند. در برابر آنها ویلیارئال 5-1 اتلتیکو را مغلوب کرد. دسته سویلیا از سلتا 1-0 شکست خورد و در این برابر بتیس مقابل لوانت 2-1 پیروزی به دست آورد.
барселона чемпион, реал мадрид вильяреал зинаҳои дуюму сеюмро мегиранд, атлетико чорум шуд, дастаи бетис ба лигаи чемпионҳо роҳ ёфт, баъси дастаи панҷум, селта дар зинаи шашум, ҳамчунин хетафе, рай валикано ва валенсияу реал соседад дар мавқеҳои баъдӣ ҳастанд. бояд таъкид кунем ки ба ҳар ҳол севилия тавонист рохати худро дар мусобиқа нигоҳ дорад. тафовут бубинед чӣ гуна кӯчак аст. Малёрка ки 42 имтиёз ба даст овардааст, ҳамроҳи жирона ки 41 хол доранд, аз идомаи рақобатҳо берун мешаванд. болотар аз онҳо осасунаву леванте ҳам 42 холи доранд, аммо аз ҳисоби ҷузъиётҳои иловагӣ онҳо дар мусобиқа боқӣ монданд. бисёр испос мегӯем ки тӯлони муддат моро ҳамроҳӣ кардед. бинандагони гиромӣ, бо ҳамин рақобатҳо дар топ 5 лигаҳо ҷамъбаст шуданд. аз ҳафтаҳои баъдӣ мо кӯшиш мекунем барномаҳои таҳлилии худро роҷеъ ба ҷамъбасти мавсим аз ҳар кадоме аз мусобиқоти топ 5 лигаи мавриди назари барнома пешниҳодатон карда бошем.